بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید این 8 چیز را قبل از نماز خود باید بدانیم و رعایت بکنیم. اگر یکی از این 8 چیز را ما و شما رعایت نکنیم، نماز ما و شما قابل قبول نیسته. اولین چیز طهارت داشتن است که طهارت یا با آب میشه یا با تیمم. و همچنین دومیش هم شناختن وقت نماز است که ما شما باید نماز را در وقتش بخوانیم. اگر نماز در وقتش نخوانیم، نماز ما شما قابل قبول نیست. دیگه سومیش هم که است رو به طرف قبله بودن است. سعی کنید این شما یک مسئله در ذهنتان داشته باشین. اگر ما شما نداریم که قبله و کدام طرف است، خیلی چی رقم باید نماز بخوانیم؟ همون طرفی که گمان غالب ما شما بود باید نماز خود را بخوانیم. و چهار، پوشاندن عورت است که عورت مرد از زیر ناف تا زیر زانویش است و عورت زن هم کل بدنش عورت است مگر دستاک تا مچشم و پایهایش تا بجلک و رویش. و همچنین پنجمیش هم که است پاک بودن بدن است که بدن ما شما باید از نجاست پاک باشه. ششمیش هم پاک بودن لباس است که لباس ما شما باید پاک ستره باشه. و همچنین هفتمیش هم پاک بودن جای نماز ما شماست که نماز وقتی که میخوانیم در جایی که ما شما نماز میخوانیم باید جایش پاک باشه. و هشتمیش نیت است که ما شما باید نیت بکنیم. اگر نیت نکنیم نماز ما شما قابل قبول نیست.